آموزش الفبای فارسی دری حرف خ. شاگردان عزیز سلام. در درس گذشته طریقه خواندن نوشتن حرف ه را یاد گرفتین و حالا در درس 14 حرف دهم الفبای فارسی دری حرف خ را برایتان آموزش بدهم و کلماتی که شروع آن با حرف خ است مانند حرف خ: خربوزه، خداوند جل جلاله، خراب، خرما، خالد، خانه، خروس. و حالا یک جمله میگیم به حرف خ. خربوزه یک میوه شیرین است. شاگردان عزیز این بود درس امروز ما. تا درس های بعدی الله نگهدارتان. جواب درست کدام است؟ کدام کلمه به حرف خ شروع شده است؟ درخت، سرخ، خربوزه، تخت. خربوزه. جواب درست کدام است؟ کدام کلمه به حرف خ ختم شده است؟ خطکش، خالد، خانه، سرخ. سرخ. جواب درست کدام است؟ کدام کلمه در وسط آن حرف خ به کار برده شده است؟ خروس، خیاط، درخت، خرما. درخت. زابتک سکول یک مکان معیاری و جهانی برای فراگیری آموزش برای همه.